سلام خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. بردیا ملک هستم. به بخش دیگه ای از آموزش رایگان با نرم افزار جیمینی پترن خوش اومدین. این جلسه میخوایم بریم سراغ یه دامن دیگه با فون زیاد و ببینیم که چطور میتونیم بیایم تو نرم افزار جیمینی یه دامن رو با فون زیاد ترسیم بکنیم. یه نکته رو بگم قبل از اینکه بخوام بریم شروع بکنیم به طراحی دامن تو نرم افزار جیمینی. ببینید آموزش ها به صورت پروژه محور هستش دیگه. خب بعد هر سری که ما یک آموزش جدید میایم میذاریم یه سری ابزار و یه سری نکات رو میگیم که این نکات میتونه تو پروژه های دیگه هم به دردتون میخوره. و از اونجایی که یه سری از بچه‌ها هیچ آشنایی با نرم افزار ندارن کلا و هیچ شناختی هم از نرم افزار جیمینی ندارن، خب یه سری‌ها میشناسن نرم افزار جیمینی رو و آشنا هستن باش، حالا مثلا بلد نیستن زیاد باش کار بکنن، ولی کسایی که اصلا کلا تا حالا باش کار نکردن، من یه توضیح کوچولو در مورد یه سری از ابزارها و یه سری از آیتما توی نرم افزار جیمینی پترن بدم و بعد بریم سراغ پروژه. ببینید نرم افزار جیمینی پترن یه نرم افزار دو بعدیه. خب نرم افزار دو بعدی و نرم افزار سه بعدی یه تفاوت عمده با هم دیگه میکنن که این دوتا رو از هم دیگه تفکیک میکنه. توی نرم افزار دو بعدی ما با دو تا محور سر و کار داریم و توی نرم افزار سه بعدی با سه تا محور که ما با محور سوم میتونیم حجم رو داشته باشیم. خب توی نرم افزار دو بعدی و یا بهتر بگم نرم افزارهای دو بعدی ما با طول و عرض سر و کار داریم که این طول و عرض رو با محور x و y داریم نشون میدیم. خب با محور x و y ما میتونیم اندازه هایی که میخوایم رو بزنیم. خب اینو دارم توضیح میدم به خاطر اینکه شاید مثلا بعضیا فکر کنن که اینجا ما داریم اندازه میزنیم، مثلا محور dx یا x یا مثلا y dy اینا چی ام و داریم چیکار میکنیم. خب حالا ببینید این محور مختصاته توی همه نرم افزارهای دو بعدی این وجود داره. توی نرم افزار سه بعدی یه محور z هم بهش اضافه میشه که بعد سوم رو داریم و ما میتونیم حجم رو داشته باشیم. به عنوان مثال توی نرم افزار جیمینی اگه ما بخوایم مثلا اینجا یه سری اشکال اولیه داریم دیگه، درسته؟ ابزار مثلا پلیگون، ریکتانگل، لیپس که میتونیم بیایم فرمای مختلف و خطای مختلف رو توی این قسمت درا بیایم طراحی بکنیم و ازشون استفاده بکنیم. به عنوان مثال من میام اینجا یه دونه ریکتانگل میام ترسیم میکنم و یه مربع مستطیل رو دارم. خب حالا اینجا که با این دستوراتش آشناییم، محور x و محور y رو داریم که توی این محور x و y ما طول و عرض اون مستطیلی که میخوایم رو میتونیم بیایم بهش بدیم یا مختصات اون رو میتونیم اینجا بیایم براش تعریف بکنیم. توی ورژن جدید نرم افزار جیمینی پترن اومدن یه قسمت اضافه کردن تو اینجا که زمانی که ما داریم یک ریکتانگل رو داریم ترسیم میکنیم، اینجا 4 تا قسمت داره به ما نشون میده. بذارید من یه توضیح بدم در مورد اینجا. من بذارید یه خط بکشم و اینجام یه خط بکشم. ببین اگه یادتون باشه توی درسای ریاضی محور مختصات رو ما از همون سالهای ابتدایی اینو داشتیم دیگه. محور x رو داشتیم و محور y رو داشتیم. خب که اینجا مثلا توی محور x و توی محور y ما 4 تا قسمت داشتیم و اینجا اگه به سمت راست می اومدیم میشد مثبت، اگه به سمت چپ می اومدیم میشد منفی و اگه به سمت بالا می اومدیم میشد مثبت و به سمت پایین اگه می اومدیم میشد منفی. یعنی این طرف میشه x مثبت، این طرف میشه x منفی و بالا y مثبت و پایینم y منفی. حالا ما توی اندازه زدن و نقطه گذاری که داریم انجام میدیم از همین قسمت داریم استفاده میکنیم، یعنی از این x مثبت و x منفی و y مثبت و y منفی استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم روی اون پاره خطایی که داریم نقاط رو بیایم ترسیم بکنیم. خب این پس میشه همون جدوله‌ای که ما توی ریاضی داشتیم و تمام نرم افزارهای دو بعدی مثل نرم افزار مثلا جیمینی پترن به این صورت عملکرد داره که خب اینو اگه ما بدونیم کارمون خیلی راحت‌تره و راحت‌تر میتونیم بیایم اندازه‌گذاری بکنیم و خیلی جا برامون سوال نمیشه و توی طراحی مختلفی که داریم انجام میدیم دیگه به راحتی منطق نرم افزار رو درک بکنیم، میتونیم بیایم شروع کنیم به طراحی کردن. حالا من میام اینجا تو قسمت درا میام اینجا ریکتانگل انتخاب میکنم، اینجا یه نقطه میذارم و اینجا ببینید اینجا توی تنظیماتش اینجا یه قسمت اضافه کردن که ما میتونیم بیایم این رو انتقال بدیم به 1/4 که میخوایم. به هر قسمتی که بخوایم میتونیم بیایم این رو انتقال بدیم که حالا در جلسات آینده با پروژه مختلفی که بخوایم کار بکنیم
هر جایی که لازم باشه میتونید از این ابزار هم استفاده بکنیم. خب بریم سراغ کشیدن دامن فون زیاد یا دامن فون آزاد که بخوایم طراحی بکنیم توی نرم افزار جیمینی. میخوام ببینیم این رو چطور میتونیم توی نرم افزار طراحی بکنیم و بسیار بسیار کار ما رو راحت میکنه نرم افزار و به راحتی میتونیم با چند تا کلید ساده و چند تا ابزار به راحتی بیایم طراحی بکنیم. با اندازه های دقیق و حرفه‌ای میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب همون اندازه‌های قبلی رو واسه پروژه قبلی که استفاده کردیم، واسه دامنه قبلی استفاده کردیم، از همون اندازه‌ها میایم استفاده میکنیم. حالا شما دیگه باز با توجه به سایزی که دارین میتونیم بیاین اندازه‌تون رو تغییر بدیم. مثلا اینجا من میذارم 51 و ارتفاعش هم میزنم 60 و یه اینتر. اینجا 51 اینتر. اینجا ولیدیت رو میزنم و اوکی. اینجا میتونیم زوم بکنیم. یه نکته بگم در خصوص این که کسی شاید تا حالا مثلا با نرم افزارا کار نکرده باشه. ببین توی تمام نرم افزارا، چون دیدم توی گروه بچه‌ها مثلا میپرسن که یه کاری انجام دادن چطور میخوان برگردن عقب اون کار خراب شده. ببینیم ما توی تمام نرم افزارا یه آندو داریم، یه ریدو. این علامت فلشی که اینجا وجود داره برای بازگشت به سمت عقبه که کلید میونبرش هم به صورت کنترل زده و اینجا یه ریدو داریم که کنترل وایه. یعنی ما هر عملی که انجام دادیم بخوایم به سمت جلو بریم، یعنی تا آخرین مرحله که انجام دادیم میشه کنترل وای. اگه بخوایم برگردیم عقب، مثلا من کنترل زد بزنم این برمیگرده عقب، دوباره کنترل وای بزنم این برمیگرده سر جاش، یعنی آخرین مرحله‌ای که انجام دادم. این یه تعداد داره که ما میتونیم از کاری که انجام دادیم برگردیم تا اون مرحله‌ای که میخوایم، بیایم اون رو انتخاب بکنیم و دوباره شروع کنیم به حالا اصلاح کردن و یا دوباره کشیدن. خب این از این. حالا اینجا مثلا مرحله سیو رو داریم که شما میتونین کاری که انجام دادین مثلا روی این گزینه بیاین سیو بزنید یا سیو از بزنید. یه توضیح کوچولی در مورد سیو و سیو از هم بدم. ببینید بچه‌ها زمانی که شما سیو میکنید تو مرحله اول که میخواین سیو بکنید، سیو و سیو ازش فرقی نمیکنه. یعنی شما زمانی که سیو رو بزنید با سیو از رو بزنید یه آدرس ازتون میخواد که شما میایین یه اسم و یه آدرس برای پروژهتون میایین مشخص میکنین و بعد اینجا میان یه اسم و یه آدرس براش مشخص میکنید و این رو میاین سیو میکنید. اوکی؟ ولی تو مرحله بعدی زمانی که شما تفاوت سیو و سیو از ببینید، اگه خواستین هم روی همون پروژه‌ای که سیو کردین دوباره عملیات جدیدی که انجام دادین رو سیو بکنید، یه کنترل اس بزنین اون سیو میشه. ولی اگه بخواین شما مثلا یه اومدین یه فرم یه دامن اومدین کشیدین، حالا میخواین یه سری تغییرات بهش بدین، اون رو سیوش کردین، میخواین تغییرات با یه اسم دیگه‌ای سیو بشه براتون، اینجاست که دیگه باید بیایم از سیو از استفاده بکنیم و کارمون رو دوباره با یه اسم دیگه، حتی میتونه با یه آدرس دیگه بیایم سیو بکنیم. اینجا که اوپن که معلومه مثلا میتونیم پروژه که سیو کردیم رو بیایم باز بکنیم. اینجا هم که نیو رو بزنیم یه صفحه جدید برای ما باز میکنه. اینجا هم که کپی، پیست، کات و دیلیت رو داریم. اینجا هم که میتونیم بیاین رنگ مدلاتون رو بیاین تغییر بدین. اوکی. خب حالا بریم سراغ ادامه این دامن فون. من میام اینجا ابزار شیپ رو برمی‌دارم، ابزار ادیت که ما میتونیم بیایم روی نقاط و روی خط‌ها ادیت بکنیم. من اینجا این خط رو انتخاب میکنم، میخوام این تقسیم بر 2 بشه. میتونم بیام اینجا از ابزار دیواید استفاده کنم، دیواید سگمنت. ببینید اینجا شما میتونید هر تعداد که بخواین تقسیم بکنید. خب اینجا طول پاره خطتون رو بهتون میده، شما میتونید بیاین هر تعداد که بخواین تقسیم بکنید. فکر نکنید فقط ما برای تقسیم بر 2 کردن میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم. نه، شما مثلا میخواین تقسیم بر 3 بکنید یا تقسیم بر هر تعدادی که میخواین، میتونید بیاین اینجا تعدادش رو مشخص بکنید و اینجا دیواید رو بزنید که این تقسیم بشه. دوباره روی خط پایین میام این انتخاب میکنم، دوباره از همین ابزار و اینجا دوباره میام تقسیم بر 2 میکنم و یه اینتر و اینم دیواید. خب حالا این نقطه اینجا انتخاب میکنم با ابزار create new point. اینجا میتونم بیام واسهش تعریف بکنم که مثلا به سمت منفی ها میخوام بیاد یا به سمت مثبت ها. اینجا هم که همونطور میدونی یه نقطه رو که انتخاب میکنیم، اگه خواستیم در جهت عقربای ساعت یعنی به این سمت اگه بخواستیم حرکت بکنیم میشه مثبت، اگه خلاف عقربای ساعت میخواستیم حرکت بکنیم میشه منفی. ما اینجا میتونیم از یه دونه عدد، مثلا من میام اینجا میزنم مثلا 20. الان اگه من اینتر رو بزنم اینجا میاد یه دونه نقطه واسه من ایجاد میکنه. ببینید اینجا ما از یه دونه نقطه تا n تا نقطه میتونیم بیایم روی این خط به سمت منفی یا به سمت مثبت بیایم واسهش تعریف بکنیم. الان به عنوان مثال من میخوام اینجا یه دونه مثلا منفی 20 داشته باشم، بعد دوباره از این
نقطه اینجا یه منفی 30 داشته باشم یا مثلا یه منفی 35 داشته باشم یا هر اندازه‌ای که میخوایم. فقط یه نکته اینجا باید دقت بکنیم. مثلا من اگه میزنم 20 یه فاصله بهش میدم و اینجا دوباره از همین نقطه‌ای که اینجا دارم باید بیام اندازه نقطه دومم رو حساب بکنم، نقطه سومم رو حساب بکنم، یا هر تعداد نقطه‌ای که داریم باید بیام اینجا از این نقطه شروع بیایم حساب بکنیم. اگه مثلا نقطه دومتون اینجا قرار داره 20 سانت و نقطه سومتون 10 سانت با این فاصله داره، این 10 سانت به اضافه این 20 سانت میشه مثلا میشه 30 سانت به عنوان مثال. و اینجا مثلا اینتر رو میزنم. ببخشید اینجا من چون مثبت زدم هر دوتاش باید منفی میزدم. اینجا من میام دوباره اینجا میزنم منفی 20 و منفی 30. ببینید شما این طرف هم میتونین بیاین اندازه بزنید، یعنی شما تمام نقاطتون رو بیاین اینجا، میتونین بیاین اینجا واسش تعریف بکنید، بگین که اینجا مثلا دو تا نقطه روی این محور میخواین به سمت منفی یا منفی 20 و منفی 30، اینجا مثلا دو تا نقطه میخواین مثلا 8 سانت یا با 15 سانت، مثلا 8 سانت فاصله اینم 15 سانت. خب و اینجا یه اینتر. ببینید اینجا یه 20 سانت واسه من نقطه گذاشت، یه 10 سانت اینجا که میشه 30 سانت، اینجا هم یه 8 سانت، دوباره از این نقطه یه 15 سانت واسه من اینجا نقطه گذاشته. اوکی. خب حالا این نقاط رو من میام پاک میکنم، این نقاط هم میام پاکش میکنم، اینم همینطور. یه 20 سانت اینجا داریم منفی 20 و اینجا دوباره از همین ابزار و اینجا میام میزنم مثبت 20 و یه اینتر. حالا اینجا میام ابزار گارمنت رو انتخاب میکنم و اینجا یه خط راهنما از این میخوام تا این نقطه و یه دونم از این نقطه تا این نقطه. دوباره میام تو ابزار شیپ، اینجا این نقطه رو انتخاب میکنم، اینجا میام 1 سانت میارمش بالاتر. یه نکته بگم در مورد اینجا که محور x و y و dx و dy یا dy رو اینجا نوشته چیه. ببینید زمانی که شما این نقاطی که انتخاب میکنیم، ببین الان این نقطه رو انتخاب میکنم، این نقطه 0 0 مه، دوباره این نقطه رو انتخاب میکنم، اینجا زده 25 و 50، این نقطه رو انتخاب میکنم، اینجا هم زده 51، این نقطه رو انتخاب میکنم، اینجا زده 51 و توی محور y منفی 20. ببین مختصات نقاطمون رو داره به ما نشون میده که هر نقطه‌ای که داریم نسبت به نقطه شروع ما، نقطه شروع ما از اینجا بود، نسبت به نقطه شروع ما میاد چیکار میکنه؟ میاد مختصات نقاط دیگر رو میاد به ما میده. یعنی 0 0 اون محور ما اینجاست. اگه دقت بکنی یه فلش کوچولو هم اینجا داره، یه فلش محور y و یه محور x هم اینجا داره برای ما. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، زمانی که شما یه نقطه رو میان انتخاب میکنید، توی این محور x و y مختصاتش رو میتونید بیاین جابجا بکنید. خب الان ما میخوایم اینجا توی قسمت y این مثلا 1 سانت بره به سمت بالا، به سمت مثبت 1 سانت میام اینو تغییر میدم، اینجا 1 سانت و این میره به سمت بالا. خب حالا تفاوتش اینجا با dx و dy چیه؟ ببینید زمانی که ما اینجا الان نگاه کنین هر نقطه که انتخاب میکنیم اینجا مختصاتش رو به ما نشون میده. ما توی dx و dy میتونیم بیایم اندازه بهش بدیم. الان مثلا من اینجا این نقطه رو میام انتخاب میکنم، توی dy میام بهش میگم که مثلا این 2 سانت دیگه بره بالا. ببینید این dy دوباره 0 شد و اینجا y یا y اینجا دوباره 3 شد. خب یعنی تغییر کرد. زمانی که ما dx و dy میدیم با مختصات نقاطمون کاری نداره، اصلا کاری نداره که این نقطه‌ای که ما داریم کجاست. خب داره چه مختصاتیه نسبت به 0 0، نسبت به این 0 0 کجا قرار داره، اصلا کاری نداره. فقط اون اندازه‌ای که ما بهش میدیم اون میاد به اون مختصاتی که داره اضافه میکنه. خب اضافه میکنه و دوباره 0 میشه. الان مثلا من اگه بخوام اینجا بیام به توی محور xش بیام مثلا 2 سانت دیگه اضافه بکنم، این 2 سانت اضافه میشه، dx دوباره 0 شد و اینجا شد 53. اوکی، دوباره میتونم بیام بزنم منفی 2، این برگرده سر جاش. حالا این تفاوت این دوتا با هم دیگه اینه که میتونیم بیایم از این ابزار تو جای مختلف استفاده بکنیم. حالا میام اینجا این نقطه رو انتخاب میکنم، میام اینجا از ابزار create new point استفاده میکنم و اینجا میتونم مختصات بهش بدم. حالا من میخوام بیام اینجا تو این قسمت 7.5 ازش کم کنم، میخوام مثلا 4 تا بره به سمت منفی 4، بره به سمت قسمت جلو و فاصله، و اینجا 3.5 من بیاد به سمت پشت، منفی 4 به سمت پیش و مثبت 3.5 به سمت پشت و یه اینتر. و حالا اینجا من میخوام این نقطه اینجا رو
بیام بیارمش پایین به طول 18 سانت. منفی 18 سانت میخوام بیام به سمت پایین. ببینید اگه موس رو نگه دارین اینجا دوتا فلش ایجاد میشه که ما میتونیم بیایم اینجا توی تنظیماتش توی قسمت گرید میتونیم بیایم خطکش بذاریم. اینجا توی محور دی اینجا من میتونم بیام بهش بگم که آقا منفی 18 سانت من یه خطکش میخوام. یه خطکش میاد برای من ایجاد میکنه و حالا من این نقطه رو میتونم بیام بگیرمش بچسبونمش به این قسمت. اینم دیگه میام ضربدرش رو میزنم پاکش میکنم. ببینید تو قسمت دی و دی وای میتونیم بیایم از خطکشم استفاده بکنیم. حالا بریم اینجا. من این خط رو میام انتخاب میکنم. اینجا میام ابزار کات رو میزنم که اینو میاد برای من برش میده و اینو بذارمش این طرف و اینم دیگه لازمش ندارم میام پاکش میکنم. خب حالا برای اینکه راحت تر باشین و اذیت نشین این خطاتون رو حتما بیاین انتخاب بکنین، اینا رو پاکشون بکنید که یه موقع قاطی نشه با هم دیگه. اینا رو میام پاک میکنم. اوکی. حالا میام تو قسمت پشت. این خط اینجا رو میام تبدیلش میکنم به منحنی. این خط اینجا رو میام تبدیلش میکنم به منحنی و اینجا این نقطه‌ای که اینجا رو انتخاب میکنم و این 90 درجه بشه. این یکی هم انتخاب میکنم، اینم 180. اوکی. همون اول توی دامنه فون زیاد همون اول این قسمت رو میایم منحنی میکنیم که دیگه دچار مشکل نشیم. حالا میام این خط اینجا رو انتخاب میکنم، میام اینو تقسیم بر 2 میکنم، تقسیم بر 2 بشه و اینتر، اینم دیواید. اینجا این نقطه‌ای که اینجا دارم این نقطه رو انتخاب میکنم. حالا میخوام بیام اینجا اندازه پنس پشت رو بیام بگیرم که اینجا اندازه‌اش رو میخوام بزنم 4.5. میام اینجا از ابزار پنس میام استفاده میکنم. این نقطه اینجا ابزار پنس و اینجا میام واسش مشخص میکنم میگم 4.5 میخوام اندازه پنسم باشه و نکس. خب حالا اینجا ارتفاعش رو میخوام بگیرم. ارتفاعش هم میزنم 15 سانت و یه اینتر، اینم دیوایدد. اوکی. حالا اینجا من میخوام بیام پنسمو ببندم بیاد این قسمت پایین اینجا اضافه بشه. ببینید اینجا توی قسمت ادیت درت اینجا به جای اینکه بیایم از ابزار ترانسفورم بیایم استفاده بکنیم میام اینجا از ابزار کلوز استفاده میکنم. من اینجا بالا پنسمو میخوام ببندم. میام اینجا ببینید اینجا ابزاری که داره در جهت عقربه‌های ساعت و خلاف عقربه‌های ساعت داره که من میتونم بیام اینجا انتخاب بکنم با توجه به اینکه الگوی پشت یا الگوی جلو. میتونم بیام اینجا انتخاب بکنم و اینجا دیواید رو میزنم. ببینید الان اینجا پنس من اینجا بسته شد و اینجا اضافه شده که حالا اینجا من باید بیام این نقطه اینجا رو پاکش بکنم. ببینید زمانی که نقطه رو میخوایم پاک بکنید روش دابل کلیک بکنید. این چون دوتاست میام یه دیلیت رو میزنم. دابل کلیک هم بکنید نقطه خودش پاک میشه. حالا این نقاط اینجا رو میام انتخاب میکنم، اینا رو هم میام پاک میکنم. این قسمت پایینش رو میخوام بیام منحنی بکنم، میام تبدیلش میکنم به منحنی و اینجا میام 90 درجه رو میزنم که پایینش کاملا منحنی بشه. این قسمت بالا اینم انتخابش میکنم و اینم میام پاکش میکنم. اینجا خودش کرو هست و اوکی. این از قسمت پشت. حالا این نقطه اینجا رو هم میام انتخاب میکنم، اینم دیگه لازمش ندارم پاکش میکنم و اینجا میام حالا میخوام قرینه رو داشته باشم. میام اینجا ابزار قرینه رو انتخاب میکنم، این نقطه شماره 1 و نقطه شماره 2 و این قرینه. حالا میام اینجا گسترده‌اش رو باز میکنم به این شکل. اوکی. حالا بریم سراغ قسمت پیش. برای قسمت پیش هم همینطور. اینجا میام این نقطه اینجا این خط اینجا رو انتخاب میکنم تبدیل به منحنی بشه، اینم تبدیل به منحنی بشه. این نقطه اینجا رو انتخابش میکنم و اینجا بشه 90 درجه، این نقطه اینجا و اینم بشه 180 درجه. اوکی. این از این. حالا این خط اینجا رو انتخاب میکنم، اینجا بیا تقسیم بر 2 بشه و یه اینتر، اینم دیواید. اوکی. این پنس اینجا این نقطه اینجا رو میام انتخاب میکنم، اینجا میخوام بهش پنس بدم، اینجا بشه 3 سانت برای قسمت پیش و یه اینتر. ارتفاعش هم بیاد بشه اینجا نکس، ارتفاعش هم بیاد بشه 10 سانت و یه اینتر و اینم دیوایدد. اوکی. حالا اینجا میخوام پنسمو ببندم، دوباره میام از همین ابزار استفاده میکنم. اینجا دیگه نگاه کنین، اگه من بیام اینجا موافق عقربه‌های ساعت رو انتخاب بکنم و اینجا دیوایدد رو بزنم ببینید این طرف میره بالا و من اینو نمیخوام. میخوام اینجا خلاف عقربه‌های ساعت باشه و اینم دیوایدد. اوکی. حالا میتونم بیام اینجا
این نقاط اینجا رو بگیرم و اینو پاکش بکنم، این نقاط هم میام انتخاب میکنم و اینم پاک میکنم و این خط اینجا انتخاب تبدیل به منحنی بشه و اینم 90 درجه. اینم میام انتخابش میکنم و اینم میام پاکش میکنم. این نقطه اینجا رو هم نمیخوایم. این خط اینجا میخوایم یه قرینه داشته باشیم، انتخاب میکنم نقطه شماره 1، اینجا قرینه، نقطه شماره 1 و نقطه شماره 2. اینم گسترده‌اش. خب حالا شاید واسه بعضیا سوال پیش بیاد که خب چرا مثلا ما 1/4 رو میایم میکشیم دیگه، چه کاریه؟ ببینید نکته‌ای که داره اینه که اینجا قسمت پشت کوتاه‌تره نسبت به قسمت پیش، پس حتما باید بیایم 1/2 رو بکشیم و از 1/4 نمیتونیم استفاده بکنیم واسه دامن کشیدن با فون آزاد. خب این از این. من میام اینجا، اینم از این، اینا رو میذارم یکم پایین‌تر. یه قسمت کمری هم میام واسش ترسیم میکنم. اینجا یه نقطه اندازه‌ش رو میام میذارم روی 70. ببینید حتما یادتون باشه زمانی که شما اینجا عدد میزنین و اینجا اینتر رو بزنید که این قفل بشه. اگه این اینتر رو نزنید چه اتفاقی میفته؟ این عدد قبلی که شما قفلش کردین همون عدده میاد براتون میمونه. اینجا مثلا 8 و دوباره یه اینتر و اینم ولیدیت. اوکی، اینم از این، اینم برای قسمت کمرش. خب ببینید دامن با فون آزاد دیگه نمیخوایم واسش زیپ بذاریم، نه واسش بیایم چاک بذاریم. دامن با فون کم قشنگتر ایست میکنه، ولی خب یه سری هم این دامن رو میان میپسندن و استفاده میکنن. این از این. امیدوارم این قسمت از آموزشم براتون مفید باشه. تا یه جلسه دیگه خسته نباشید.